تو الان اینیه که شدی، چی کار میخوای بکنی؟ هیچ کاری از دستت بر نمیاد، تو میمونی و حال بعد. سلام، اگر من نمیشناسین، من فریما هم به چنل یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام 0 تا 100 کراتین رو خیلی واضح خودمون و خلاصه هر چیزی که یه نفر باید صادقانه جلو روت بذاره و تو بدونی و تو این ویدیو میگم که بدونی پشت پرده این تبلیغایی که توی فضای مجازی میشه چجوری، اصلا داستان از چه قراره. اگرم که این تصمیم میگیری، تصمیم باشه که خودت خواستی بگیری با توجه به اینکه همه چیزا رو میدونیم. خب اول اینکه خواهشن به خاطر ارزون بودن یه جا، به خاطر تبلیغاتی که بلاگرها میکنن به جای اعتماد نکنید. قبل از اینکه میخواین برین یه جای کراتین انجام بدین، برین اصلا قبلش ببینین، قبل از فیکس کردن وقتتون محیطش چجوریه، کارکناش چجوری رفتار میکنن، همه اینها مهمه. ببین من جایی که رفتم مثلا تو منطقه 1 تهرانم بود، تاپ لوکیشن تهران بود، ولی افتضاح شلوغ و اگر نرفتید نمیدونید بوی کراتین چقدر بده، چشو میسوزونه، شیمیایی، نفس تنگی میگیری. من فکر کنم به من وقت داده بودن ساعت 12، من فقط 4-5 ساعت نشسته بودم اونجا که نوبتم بشه تو کار رو روی موهای من شروع بکنن. فکر کن این همه اختلاف تایمی خیلیه، یعنی مدیریت افتضاح. واسه همین که حواستون باشه به کجا میخواین اعتماد بکنی و میبینید موهاتون رو میره جای ارزون به خودمون چه بلایی سر موهاتون میخوان بیارن، چه بسا پوستتون رو میسوزونن. چه بگین پوستم چه ربطی داره؟ من عکسمو میذارم براتون. اینجای پوست منو سوزونده بودن که من وقتی بهشون پیام دادم که چه بلایی سر پوست من آورده، خیلی راحت و شیک بلاکم کردن. بدیایی که ببین هر کی منو میدید میزد تو ذوق. آره این چه کاری انجام دادی، حیف موهات نبود، خیلی بد شد. ولی من چون تصمیمی که گرفتم تصمیم فکر شده بود، همه جنبه‌هاشو در نظر گرفته بودم که میخوام این کارو انجام بدم، خیلی اوکی بودم خب با این مسئله و مشکلی پیش اومد. ولی دارم فکر می‌کنم که اگر تحت تاثیر تبلیغاتی که میشه این کار انجام بدم، حتما تو اعتماد به نفس آدم تاثیر میذاره. این کامنت‌های منفی، نظرهای منفی که بقیه راجع به اطرافیانت، روحیت از دست میره و خب تو الان اینیه که شدی، چی کار میخوای بکنی؟ هیچ کاری از دستت بر نمیاد، تو میمونی و حال بعد دپرسیو. و بدی دیگه که داره بچه‌ها، حجم موهاتون کمتر میشه. بعد موهاتون همیشه چربه. من وقتی که موهام فر بود اصلا موهای چربی نداشتم اصلا، ولی وقتی موهام صاف شد چربی مو بیشتر خودشو نشون میده و موهاتون چرب محسوب میشه. یه بدی دیگه که داره و خیلی ضد حاله، میدونی چیه؟ اینه که وقتی موهاتون بلند میشه و شما تصمیم ندارید ریشه هاشون رو دوباره بذارید، دوباره بخواید کراتین بذارید، ریشه موهاتون فر میشه، پایینش صاف، اصلا یه ظاهر قارچ میشه انگار، یه ظاهر خیلی بدی رو میاره و ذوق میزنه دیگه و چند سال شما رو میگیره از اون حالتی که قبل داشتین. من میگم بخواید دائما برین تمرین کنین، دائما کراتین کنین. مثلا به من گفته بودن که 3 ماه بعد از کراتینت بیا ریشه‌تو تمدید کن. فکر کنم من نرفتم هنوز همینطوریه. خب اصلا تمرین نرفتم، همچنان موهام صافه، ولی حالا میگم شانسه. یکی میخواد بمونه کراتین هی پول نده مثلا تمرین کنه، میبینی سریع فر میشه. من که میخوام دیگه برگرد به حالت فرم، هنوز صافه. خوبیاش تنوعش، به نظر من تنوع خیلی میتونه تاثیر خوبی داشته باشه. اصلا تو ظاهر جدید و استایل جدید حال میکنی. بعد موی صاف، تو شب پا میخوابی صبح پا میشی میبینی صاف و مرتبه، راحت تری. تو 1/10 روتین مو و کارهایی که وقتی که موهات فر انجام میده تو موی صاف نداری. تو موی فر بود دیفیوز کردنش، ماسک موهای مختلف، کرم مو و فلان و این حرفا، اصلا تو موی صاف این داستانا رو ما نداریم. خیلی راحت تر مراقبت ازش، یه ظاهر مرتب و صافی داره. موی کراتین شده یک برق و تمیزی خاصی بهت میده، انگار موهات سالمه. اینو داره واقعا. همین به نظر من از خوبی و بدیاش میشه به این اشاره کرد. ولی اگر شما میتونید خوبی و بدی های دیگه به این لیست من اضافه کنین، حتما بنویسید و بقیه رو آگاه کنین. خب راجع به مراقبت کراتین این لیستی براتون میذارم و میتونید اسکرین شات بگیرید.
این برگر رو با یه ماسک مو همون موقع که کراتین کردم به ما دادم. من هیچ کدوم از اینا رو انجام ندادم ولی موند. رسیدیم به سوال اصلی. فریما، آیا پشیمونی از اینکه کراتین کردی؟ نه. قبل از اینکه کراتین کنم خیلی خوب فکر کردم، با طبق شخصیت خودم و همه اینا رو در نظر گرفتم و به خودم گفتم که من آخر عمرم فرفری قراره باشم و دلم میخواد صاف بودن مونم تجربه کنم. حالا چند سالی مثلا صافم باشم به جای بر نمیخوره که بعدش دوباره میتونم فر و قبلش هم که فر رو داشتم. این تصمیم من بود. اما بچه‌ها میخوام ازتون خواهش بکنم کاری رو انجام بدین جوری باشید که خودتون تو آینه با خودتون حال بکنید. اصلا نذارید نظر کسی روتون تاثیر بذاره، چون قطعاً وقتی با چیزی که الان داری حال نکنی یه چیز دیگه هم تغییر جاتون، یه چیز دیگه هم به دست بیاری، با اونم حال نمی‌کنی. حال کردن چیزی که روزه بعدش میگذره. وقتی تو آینه عشق می‌کنی با اون چیزی که داری، تک تک چیزی که داری برات با ارزشن، اصلا می‌بینی ناخودآگاه سر رات آدمایی قرار میگیرن که با اون داشته هایی تو اصلا براشون خیلی خواسته، چون حس می‌کنن این انرژی از من ساطع میشد که آقا من عاشق این چیزی هم که دارم و حس خوبی دارم بهش. میخوام بگم که قضیه اون حرف موقع همسایه قاضی نباشه براتون. میبینید کسی که ماشون صافن میخوام برن یه مهمونی یه چیزی سری میرن ماشون فر میکنن، کسایی که ماشون فر صاف میکنن. همونی که اون چیزی که خودت داری و دوست داشته باشی، مرغ خودت رو دوست داشته باشی، نه مرغ همسایه. همین. من تازه فعالیتمو دوباره تو یوتیوب شروع کردم. اگر دوست داشتین سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی ما بتونید ببینید.